سبک زندگی و رفتارهای ما با بدنمون باعث شده که خیلی از ما درد گردن رو در محل اتصال گردن به تن، اون قسمت بالا، قسمت ترپس تجربه کنیم. این دردها معمولا زیاد جدی نیستن ولی خیلی آزاردهندن. یعنی ممکنه شما دچار این درد بشی و چند روز از کار و زندگی بیفتی. حالا امروز میخوام چند تا حرکت کششی فعال رو بهتون آموزش بدم که واقعا خیلی خوبن. یعنی بلافاصله بعد از انجام این چند تا حرکت کامل میتونی حس کنی که اون درد و خستگی از این ناحیه از بین میره. پس با من همراه باشید. حرکت اولی که میخوام بهتون آموزش بدم، فکر کنید میخواید دست بزنید، جفت دست رو میکشی جلو، کف دست رو میزنی به هم، انگشتا رو توی هم قلاب میکنی، شستا رو بغل هم نگه میداری، میذاری روی بقیه انگشتا. آروم با کنترل شونه رو گرد میکنی، میکشی به جلو تا جایی که حس کنی پشتت کامل کشیده شده. حالا چونه رو آروم میاری به سمت سینه و سعی میکنی برسونی به سینه. 3 ثانیه مکس میکنی و برمیگردی و این کار رو برای 10 بار تکرارش میکنی. حرکت بعدی که میخوام بهتون یاد بدم، معمولا در 2 طرف اجراش کنی بهتره، ولی اون سمتی که درد داری دستشو میبری پشتت، اسلاید میکنی توی کمر و اینجوری انگشتا رو از این ور میاری بیرون. اگه نمیتونی مثل من انگشتا رو از این سمتت بیاریش بیرون هیچ اشکال نداره تا جایی که دستت میره پشت. یا اگه توی این شونه احساس ناراحتی داری، دستو میذاری کنارت، میچسبونی به تنت. حالا با این یکی دستت سر رو میکشی به سمت شانه مخالف و این شونه رو میدی پایین. 3 ثانیه مکس میکنی و برمیگردی به جای اول. دوباره انجامش میدی و 10 بار تکرارش میکنی. حرکت بعدی که میخوام بهتون یاد بدم، به دیوار نیاز داریم. با یه فاصله مناسب نسبت به دیوار، مثل من نیستی کنار دیوار، ساعد رو تکیه میدی به دیوار، جفت دست رو مشت میکنی، شست رو به بیرون، دست رو آروم و با کنترل اسلاید میکنی بالا تا جایی که برات امکان داره. کشش رو کامل حس میکنی، 3 ثانیه مکس میکنی و برمیگردی سر جای اول و این رو هم برای 10 بار تکرارش میکنی. این چند تا حرکت رو که بهتون آموزش دادم اطمینان دارم حتما یه روزی به دردتون میخوره، پس میتونی سیو کنی داشته باشیش.